سلام به شما. امروز قراره یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به یه منبع جالب که یه سوال خیلی اساسی رو مطرح میکنه. ثروت واقعی اصلا یعنی چی؟ خب احتمالاً اولین چیزی که به ذهن میاد پول و نمیدونم دارایی‌های مادیه. آره؟ آره، معمولاً همینه. اما این منبع یه نگاه دیگه ای داره، کاملا متفاوت. میخوایم با هم ببینیم این تعریف چیه و خب چطور میشه بهش رسید. موضوع جالبیه. خب بذار اینطور شروع کنیم. این منبع همون اول یه تلنگری میزنه، میگه ببین خیلی ها هستن که کلی پول دارن ولی ته دلشون احساس خوشبختی یا آرامش نمیکنن. دقیقاً. این خودش خیلی حرف توش. آره، یعنی نشون میده یه چیزی فراتر از پول هست. انگار تعریف رایج یکم ناقصه. همینطوره، ناقصه. و نکته جذابش اینه که میاد تعریف ثروت رو گسترش میده. خیلی فراتر از حساب بانکی. میگه دارایی‌های واقعی چیزایی هن که شاید نشه روشون قیمت گذاشت. مثلا چی؟ اولیش و شاید مهمترینش سلامتیه، هم جسمی هم روانی. منبع حتی اسمشو گذاشته بزرگترین دارایی. بزرگترین دارایی. جالبه. برد عملا نمیشه. کاملا درسته. سلامتی مثل اون پایه اصلیه انگار. ولی خب آدم که تنها نیست. در مورد نقش بقیه آدما تو این ثروت چی میگه؟ نقش خیلی کلیدی دارن. به روابط سالم اشاره میکنه. خانواده، دوستا، شریک زندگی. اونایی که حمایتت میکنن، کنارت هستن. اینا به زندگی معنا میدن، عمق میدن. یعنی یه جورایی این سرمایه اجتماعی حساب میشه؟ دقیقاً. مثل یه سپر عاطفی ان، یه منبع انرژی مثبت. بعدش میره سراغ آرامش درونی و رضایت. اون حس صلح با خودت. میدونی فارغ از این که بیرون چه خبره. آهان، اون آرامشه که با پول لزوما نمیاد. اصلاً این رو خود خوشبختی واقعی میدونه. پس شد سلامتی، روابط خوب، آرامش درونی، دیگه چیا رو جزو ثروت واقعی حساب میکنه؟ خب یکی دیگه از موارد خیلی مهم زمانه. زمان آزاد و انعطاف پذیری. اینکه کنترل وقت دست خودت باشه. آه گفتی، این واقعا لوکس این روزا. آره واقعا. اینکه بتونی وقت تو اونجوری که دلت میخواد بگذرونی، با عزیزانت باشی، دنبال علاقت بری، این خودش یه ثروت عظیمه. درسته. و کنارش فرصت رشد فردی و یادگیری مداوم. اینکه حس کنی داری بهتر میشی، چیزای جدید یاد میگیری. که راکت نباشی. دقیقاً. و در نهایت داشتن معنا و هدف تو زندگی. یه چیزی که به خاطرش صبح از خواب پاشی، حس کنی بودنت یه ارزشی داره. وای چقدر کامل شد اینجوری. تصویر ثروت خیلی فرق کرد. یعنی دیگه بحثی نیست که پول بده یا خوبه. بحث اینه که اینا هم هستن. اینا خیلی حیاتی‌ان. همینطوره. حالا سوال اصلی اینه که چطوری به این ثروت واقعی برسیم؟ منبع میگه این یه سفر دائمیه، نه یه مقصد که بهش برسیم و تمام. درسته، کاملا درسته. یه مسیره، یه سفر مداوم و برای این سفر یه سری قدمای عملی هم پیشنهاد میده. تمرکزش هم دقیقاً روی پرورش همین دارایی‌های غیر مادیه. خب مثلا چی؟ خب اول از همه میگه سلامتی رو بذارید اولویت اول، جدی. یعنی تغذیه، ورزش، خواب کافی و خیلی تاکید میکنه روی سلامت روان. اگه لازمه کمک تخصصی بگیریم براش. این خیلی مهمه که سلامت روان رو هم میگه، چون گاهی نادیده گرفته میشه. 100%. بعد میره سراغ روابط. میگه باید روشون سرمایه گذاری کرد. سرمایه گذاری یعنی چی؟ یعنی وقت گذاشتن براشون. واقعی وقت گذاشتن. مهارت‌های ارتباطی رو تقویت کردن. حتی تمرین بخشش کردن. بخشیدنم جزوشه پس. آره. بعدش میره سراغ مدیریت زمان و انرژی. اینکه بفهمیم چی به همون انرژی میده، اونو بیشتر انجام بدیم و مهمتر یاد بگیریم به چیزایی که فقط وقت و انرژیمون رو میگیرن نبگیم. این نه گفتن خودش یه هنره ها. یه مهارت اساسیه واقعاً. بعدش همون بحث یادگیری مستمره. آها. که حالا میتونه با مطالعه باشه، گوش دادن به پادکست و محتوای آموزشی باشه، یاد گرفتن یه مهارت جدید باشه، هر چیزی که باعث رشد بشه. و هدف و معنا چطور؟ اونم راهکار داره؟ آره، میگه اول ارزشاتون رو بشناسید. ببینید چی براتون واقعا مهمه. بعد اهدافتون رو با همون ارزش‌ها همسو کنید. اینجوری زندگی معنا پیدا میکنه. که الکی ندوی دنبال هر چیزی.
دقیقاً. و یه تمرین ساده ولی قدرتمند هم توصیه میکنه، شکرگزاری روزانه. اینکه آگاهانه حواسمون به چیزای مثبتی که داریم باشه و قدرشون رو بدونیم. خیلی نکات خوبی بود. حالا اینجا یه جای جالبه. منبع دوباره برمیگرده سراغ پول. انگار نمیشه کلا نادیدش گرفت. نه نمیشه، ولی با یه نگاه کاملا متفاوت برمیگرده. چطوری؟ ببین، میگه پول دیگه هدف نیست. پول یه ابزاره. ابزار برای چی؟ ابزار برای رسیدن به همون ثروت واقعی تر. یعنی بهبود وضعیت مالی، مثلا هوشمندانه تر پول درآوردن، پسنداز کردن، سرمایه گذاری کردن. اینا میتونه به شما کمک کنه که اون سلامتی، اون زمان، اون آرامش رو راحت‌تر به دست بیارید. آها، پس پول وسیله میشه برای خریدن زمان بیشتر یا امکانات بهتر برای سلامتی یا کاهش استرس مالی که به آرامش کمک کنه. دقیقاً. آزادی مالی به قول معروف دستتون رو باز میذاره که انتخاب‌هایی بکنید که با اون ارزش‌های عمیق‌ترتون جور در بیاد. ولی بازم تأکید میکنه پول فقط یه وسیله است. نباید بشه خود مقصد. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم برای شمایی که دارید گوش میدید، ایده اصلی این منبع اینه که ثروت واقعی یه چیز درونیه. یه حس غنی بودن، یه رضایت قلبی، یه وضعیت ذهنی و درونی بیشتر. آره، پول مفیده، کمک کننده است، اما جایزه نهایی نیست، اون ته خط نیست. و اینم مهمه که این یه سفر کاملا شخصیه. تعریف هر کدوم از ما از این ثروت واقعی میتونه فرق کنه. درسته. نکته کلیدی اینه که قدم‌های آگاهانه تو مسیری برداریم که برای خودمون معنی داره، با ارزشامون همخونی داره و به عنوان یه فکر نهایی شاید بشه ازتون پرسید اگه قبول کنیم ثروت واقعی بیشترش در